آنچه در قسمت دوم نفرین آکیرا بازتاب سیاه خواهید دید. شب و روزم داره با کابوس میگذره. دیگه خسته و کلافه شدم. زندگی مثل جهنم شده. همینش برای من لذت بخشه آکیرا. از دیدن ناامیدی تو لذت میبرم. نه تو واقعی نیستی لعنتی. ازم دور شو. آکیرا، روح تو دیگه متعلق به منه. روزای خوش زندگیت به سر رسیده. بودی تخلا نکن. دیگه عقلم به چیزی نمیرسه. احساس تنهایی و ترس دارم. دلم میخواد زودتر از این وضعیت راحت شم، اما کسی هم واسه کمک ندارم. همه منو دیوونه میدونن، چون که نمیدونن که دارم چیا رو تجربه میکنم. زندگی داره منو ذره ذره نابود میکنه.